اکس دی خوش ویدیو من با پارت سوم یونیورس بکلش. لایک کامنت سابسکرایب نره. بریم سراغ بکلش. اول مسابقه قرار ببینیم کوفی کینگستون برون بریکر چه کسی قهرمان اینترکانتیننتال بشه. بله معرفی میکنم و اول نفری باید میشه قطعا آقای کوفی کینگستون و در آن سوی میدان برون بریکر. Intercontinental Champion. The Intercontinental Champion. بابا جفت طرف دارن گرم میکنن. بریم برای مسابقه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک ساعت جامپینگ کلوز لاین، جامپینگ چوکسلم هم میشه گفت. از برون بریکر بلند میکنه، پرتاب میکنه اونور. کوفی کینگستون. کوفی کینگستون استخر خالی فرود میاد. دبو جا خالی. چی زد نفهمیدم. و البو یه سمتنه با اسپلش. اسپلش از یو باری شیب نه که درکه از کوفی کینگستون و اسپلش نه برون بریکر. یا خدا میگیره سوپلکس اشکاور. این دست جای بدی داره میذاره برون بریکر. یا خالی دوباره از این چاپای محکمش وکل بود. نه تو بیگ بوت تو صورت کوفی کینگستون. بالای تنوا برون بریکر. کوفی کینگستون داره بلند میشه. برون بریکر جا خالی دراپ کیک سمت تنوا. اسپلش از کوفی کینگستون. کوفی کینگستون تنوا برتر بوده. کیک اینجا گری دوباره اسپلش. نه این دفعه برون بریکر نداشت. رول همه ای چک اوت از کوفی کینگستون. بلند میکنه میره سمت تنوا. یه چیک بلد صورت کوفی کینگستون. کم سویساید دایو از برون بریکر. پرایموم هم ریخت. آندرک الان جفت طرف هم دیگه رو خوب لطه پاک کردن. میفرسته داخل رینگ. نه جا خالی و شولدر. میخواه برای جرمن سوپلکس. نه بک سوپلکس کاور. یک دو کش اوت از کوفی کینگستون شماره 2. برون بریکر فاید نکل شافا از برون بریکر. البو میره بالای تنوا. برون بریکر هیکام دوباره کوفی کینگستون داره بلند میشه. برون بریکر و جامپینگ شده. نه میاریه بوم دراپ. نه نمش بزنه بوم دراپو. چقدر خوب داشت پیش میرفت چی. منم نداشتم اون سینی شدهشو بزنه. کلوزلاین بلند میکنه برون بریکر رو. کیک یه ایزگری و اسپلش. نه برون بریکر خوب داره از پس کوفی کینگستون برمیاد.
میتونه کمربندش نگه داره یا نه. آره کیوان درگ و الان همه چه دست برای بوم دراپ. بوم دراپ میره برای ترابل پارادایس. ترابل پارادایس کامه 1 2 که کارتت بوم برکر. قهرمانی در کار نیست و شله نه. آلیو شیف بالش میپره یه بار دیگه بالش میپره. یه آپرکات به سبک سزارویی. کسی که سزارو رو میشناسن تو کامنت ها فقط لجنده سزارو رو یادشونه. یا برام برکر جرمن سوپلکس بک باری دراب. بالا فرق نمیکنه. خیلی راه دوره داشت. خیلی دوره ولی زد. کامه 1 2 check out. check out از کوفی کینگستون. آها اوکی نه مشت از بامبرکر فشار میاری گردنه. اکسچنج پانچ. ای آها شد یه لحظه کنم زودتر بهت کردم. چاپ از بامبرکر. ای بابا چاپ از بامبرکر. بابا دوباره من دارم زودتر. من هول شدم. این دفعه شد. بزنم مطمئنی؟ نه مطمئن بود. یا خدا دوباره چند میخوام برای اسپید. بیا کجا میری؟ خوش خیلی داداش بازی بدون قانون نیست. کجا برو برای اسپید. آره اسپید. اسپید کامینگ. اسپید ادای گل بریک هم در میاره و تمام. بامبرکر کمربند رو پیش خودش نگر میداره. بچه ها من میتونم یه کاری کنم اینو 2 قسمتش کنم. خب 2 تا مسابقه این قسمت 2 تا مسابقه قسمت بعد. حالا نمیدونم باید چیکار کنم ولی خب میتونم کلش بدیم ولی خب نصف بازی ها اسکیپ میشه. پس من 2 قسمتش میکنم و اینم قرار با هم سیمولیت کنیم و ری میستریو و دراگون لی قهرمان تگ تیم میشن. حالا من قرار پیپریو رو 2 قسمت کنم بخاطر اینکه ویدیو کمتر طولانی بشه و بریم برای مسابقه دوم. سی ام پانک گانتا چه کسی قهرمان میشه؟ عشق من الان قرار بیاد. من سی ام پانک رو خیلی دوست دارم. دلیلش هم به خودم مربوطه. سی ام پانک کمان کپی رایت یعنی خودم از خودم بشنیم تا آخر تمورده سی ام پانک رو ببینیم. و اون ور دی جنرال دی رینگ جنرال یکی از کومای سیبیل قشنگ دی گانتا. عجب مسابقه بشه این مسابقه. و بعد فرانسه هم هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ سی ام پانک کمربند بالای سرمره گانتر. سی ام پانک با یه کیک صورت گانتر شروع میکنه. زمینگیر میکنه گانتر رو. حالا گانتر رول همه ای آخه چه رول همه ای بود کردی؟ یا خالی دبل اکساندر البو یه البو دراپ دیگه از سی ام پانک زحمت کشید آمده به اینجا. دهنش سرویس شده. اسپرین کیک زد. قسمت اول فیلمش ببینید میفهمین. دابل دراپ کیک وسط قفس سینه
سیام پانک چاپ چه کسی هم چاپ زد یا خدا. آخ چاپ ها رو شروع کرد گانتر. اکسچنج پانچ. گانتر داره گنده گوزی میکنه. ای دوباره گنده گوزی. دوباره دیگه گنده گوزی نکن دیگه. یا خدا این نمیخوابه. چاپ رایت هند بک تو بلک. پس گانتر حرکت دول چه حرکتی بود. سان تحریک سیم پانک دیگه قرارش بچه همه که دوام چه کرد بالای طلبا. یا خدا مثلا حواسم نبود چه حرکتی زد گانتر. برمیگرده تو در میره رسما سیم پانک. حالا سیم پانک سورپرایز میکنه میره برای طلبا. میخواد ببره البو دراپ. البو دراپ از سیم پانک. همه کاره یک دو قهرمان جدید نچک اوت. گانتر سریع هم بلند شد از گردن سیم پانک میره سرشو میزنه به توربکا. این چرخونتش محکم برمیگرده جرم از توبلکس. از گانتر باگ خورد. گانتر باگ خورد دوستان. گانتر باگ خورد. تبریک میگم. بزن. حالا گانتره که چاپ محکمی هم زد. خیلی چاپش محکم بود. حواسم نبود کسی دادم. یه چاپ دیگه. گانتر چاپش معروفه. یه تک رایت هند. دوباره گانتر داره گنده گوزی میکنه. گنده گوزی نکن آقا. چاپ وید بود تو صورت پاک. یا خدا میخواد بره برای چی؟ اسپلش همونو کاره. یک دو نکه کرد از سیم پانک. زحمت کشته به اینجا رسیدم. خروسی شد. زحمت کشته به اینجا رسیده. حالا نمیبازه. میخواست بره برای پاور بامب اما گو تو اصل جی تی اس. کالا یک دو قهرمان جدید نکه کرد از گانتر. نزدیک بود سیم پانک قهرمان بشه. مردم شعار فاکتوره رو سر میدن. گانتر پاور بام چه سیم پانک نمیبازه. گانتر پشماش ریخته که چطوری کیک کرد و داره بلند میشه. بلندش میکنه. نه از شونش اومد پایین و زد پشت پاش. بلند میکنه گانتر رو میبره آناکوندا وایس. میتونه گانتر رو تسلیم کنه یا نه. آناکوندا وایس فشار رو بیشتر میکنه. آناکوندا وایس تمام تپ نکرد. تپ اوت کرد. عجب مسابقه ای شده. میدانات شب اول باکس دوبلکس. میدانات شب اول بکلش واقعا مسابقه نابی شده. گانتر نه ترای دوم گو تو اسلیپ نزاش. گانتر سکتر از ایناست. چاپ نه گو تو اسلیپ جی پی اس.
کاما 1 2 قهرمان جدید 3 تمام 3 پانک قهرمان که آمده ورلد هیویویت چمپیون میشه. مرسی از اینکه شب اول دیدین. منتظر شب دوم باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. با همین صحنه زیبا با سلطون ناکامورا پارت تمام میکنم. پیس.